میریم دارو و درمان منم. ولی ظریف 80 ساله احیاگر و رهبر انجمن چکن در منطقه کلاب تا زمانی که سلامتیش خوب بود هر سال عید بانوان را به 9 نفر همسر و 8 دخترش مبارکباد میکرد و هر سال در این روز به آنها تحفه های گوناگون می آورد. امسال هم اگر می توانست دکان به دکان میگشت تا برای هر کدام هدیه به دل نزدیک او را پیدا می نمود. تحفه ما همیان توفاشو میکنیم. هر سال همکارانش حالت او را به شوخی میکشاندند و این روز را برایش روز وزین مینامیدند، ولی او میگفت خوشبخت است که همه فرزندانش دخترند و آنها از عزیزترین کسان و گلهای زندگیش هستند. گلیزار طاهرова خانم ولی ظریف میگوید هرگز ندیده است یا حس نکرده است که همسرش از دختر بودن فرزندانش ناخواه باشد و میگوید برعکس همسرش یک عمر تلاش کرده است که دخترانش در بهترین شرایط تربیت یابند. همه آنها را در مکتب‌های عالی خواند، صاحب علم و هنر کرد و امروز در زمان پیری دستگیر و نگهبانش هستند. مسکو میرفتن بعد دختر کلان شکلات خری بود، فقط یشکاد شکلاتش می آورد روی میکرد. همه چیزی که میخواست مترال فسان ای باز هم میگرفت می آورد دخترها را پدرکه میکرد. قطع گل دسته دوخی قطع دخترها را همش پدرکه میکرد، چله و گوشوار و سیپچکه و یا در دخترها میدوده که بچه میاد توفه ایمه. ولی ظریف را در کلاب نمونه عشق و احترام مردانه و زیبایی و زن می شمارند. این عشق دو جانبه است. و در فضای پر از مهربانی در محیط گل و گلدوزی های زیبا و دختران زیبا و بانوی مهربانش همیشه شکوفا به نظر می رسد و میگوید در سیمای نازنین های خود همه بانوان را شاد باش میگوید چون آنها رمز و ادامه حیاتند.